این کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنن یا الفبای سیاست را بلد نیستن یا الفبای غیرت را بلد نیستن. مذاکره با آمریکا را بنده هم ممنوع اعلام کرده. با این دولت کنونی آمریکا هرگز مذاکره نمی‌کنه. نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره می‌کنه. این کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنن یا